سلام به همگی. امروز میخوایم یه نگاهی بندازیم به یکی از بزرگترین چالش‌های دنیای مدرن، یعنی ارتباط برقرار کردن، و قراره ببینیم چطور یه سری اصول قدیمی و همیشگی میتونن قفل این مشکلات رو باز کنن. تا حالا شده حس کنید دارید حرف میزنید ولی انگار هیچ کس واقعاً گوش نمیده؟ یه حس خیلی بدیه، انگار داری توی اتاق خالی داد میزنی. این حس براتون آشناست نه؟ خب جالبه بدونید که مشکل معمولاً از حرفی که میزنیم نیست، بلکه از روش گفتنمونه. بیایید با هم ببینیم چطور میشه این وضعیت رو عوض کرد. ببینید، راه حلش یه اپلیکیشن جدید یا یه ترفند عجیب و غریب نیست. اصلاً دنبال این چیزا نیستیم. حرف از یه چیز عمیق‌تره، یه تغییر اساسی توی دیدگاه ما. یعنی به جای اینکه دنبال یه دستورالعمل خشک و خالی باشیم، باید نگاهمون به کل ماجرای تعامل با آدما رو عوض کنیم. یه جورایی یه تغییر از درون به بیرون. خب بریم سراغ بخش اول، بنیاد و اساس، یعنی طرز رفتار با دیگران. این اولین سری از اصول راستش مثل یه شاه کلیده. یعنی اون ذهنیت اصلیه که اگه نداشته باشیمش بقیه تکنیک‌ها اصلاً جواب نمیدن. میدونید مثل این میمونه که بخوایم یه خونه رو روی شن بسازیم. اول باید پایه رو محکم کنیم. خب این پایه از 3 تکنیک اصلی تشکیل شده. اول، انتقاد و گله و شکایت ممنوع. دوم، صادقانه و از ته دل قدردانی کنید. و سوم، کاری کنید که طرف مقابل خودش با اشتیاق یک کاری رو بخواد انجام بده. این 3 در واقع فرمول اصلی همه تعاملات مثبت هستن. فکرشو بکنید، به جای اینکه از یه اشتباه انتقاد کنیم و طرف رو بفرستیم تو لاک دفاعی خودش، میتونیم تلاشی که کرده رو ببینیم و تشویقش کنیم. این یعنی داریم یه پل میسازیم، نه اینکه دیوار بکشیم. و این جمله به نظرم اصل ماجرا رو میگه. وقتی با آدما سر و کار داریم، یادمون باشه با موجودات منطقی طرف نیستیم. ما با موجوداتی طرفیم که پر از احساساتن. دقیقاً به همین دلیله که اون تکنیک‌ها جواب میدن. چون ما داریم مستقیم با قلب آدمو حرف میزنیم، نه فقط با مغزشون. انتقاد غرور یه نفر رو خدشه‌دار میکنه، ولی قدردانی بهش حس ارزشمند بودن میده. آخرش همه چیز به همین احساسات برمیگرده. خب بخش بعدی اسمش هست آهنربا. چطور سریع دوست پیدا کنیم؟ حالا که اون پایه محکم رو ساختیم، وقتشه که بریم سراغ ساختمون اصلی. این مهارت‌ها کاری میکنن که شما مثل یه آهنربا بشید، یعنی آدما به طور طبیعی به سمتتون کشیده بشن. خب چطوری؟ اینجا یه جورایی یه جعبه ابزار داریم برای اینکه فوراً دوست داشتنی تر به نظر بیاییم. صمیمانه به دیگران علاقه‌مند شید، لبخند بزنید، اسمشون رو یادتون نره، خوب گوش بدید، در مورد چیزایی که دوست دارن حرف بزنید و کاری کنید حس کنن مهمن. هر کدوم از اینا یه پیام مخفی داره. مثلا همین به خاطر سپردن اسم رو در نظر بگیرید. فرض کنید توی مهمونی با یکی آشنا میشید و 10 دقیقه بعد با اسم کوچیک صداش میزنید. همین کار ساده یهو یه حس خیلی خوب احترام و توجه به طرف مقابل میده. انگار دارید بهش میگید هی تو برای من مهمی، من حواسم بهت بود. و از بین همه اینا مؤثرترین ابزار چیه؟ اسم خود شخص. شاید باورتون نشه، ولی اسم هر کسی برای شیرین‌ترین و مهمترین صداییه که تو هر زبانی میتونه بشنوه. وقتی اسم کسی رو به خاطر میسپارید و ازش استفاده میکنید، انگار دارید یه تعریف خیلی ظریف و در این حال خیلی قدرتمند ازش میکنید. و اما بخش آخر، اهرم، چطور نظر دیگران رو جلب کنیم؟ خب اینجا دیگه بحث فقط دوست پیدا کردن نیست. اینجا میخوایم هنر متقاعد کردن و نفوذ رو یاد بگیریم. اونم بدون اینکه دلخوری یا درگیری پیش بیاد. یعنی چطور آدما رو با خودمون همراه کنیم. اینجا تفاوت 2 رویکرد رو خیلی خوب می‌بینیم. 2 نبرد کاملاً متفاوت. یه طرف شما توی یه بحث پیروز میشید. نتیجهش چیه؟ یه پیروزی موقت و یه دلخوری که شاید تا مدت‌ها بمونه. طرف دیگه شما یه آدم رو به دست میارید. نتیجهش چیه؟ یه متحد طولانی مدت و احترام 2 طرفه. یه جمله معروف هست که میگه تنها راه برنده شدن توی بحث اینه که ازش دوری کنی. یکی از تکنیک‌های خیلی جالب برای این کار روش پاسخ مثبته. خیلی هوشمندانه است. ایده اینه که مکالمه رو با سوال‌هایی شروع کنید که جوابشون حتما بله است. مثلا فکر کنید می‌خواید دوستتون رو راضی کنید با هم برید لب دریا. اینجوری شروع می‌کنید: عجب هوای خوبی شده نه؟ اونم میگه آره. حیث نیست از این آفتاب استفاده نکنیم؟ دوباره میگه آره. به نظرم ساحل امروز باید عالی باشه. فکر نمی‌کنی؟
می‌بینید شما دارید مسیر رو برای یه بله بزرگتر هموار می‌کنید. و در نهایت کل این فلسفه، یعنی تمام چیزهایی که گفتیم، توی یه تغییر خیلی قدرتمند خلاصه میشه. شیفت کردن از من به تو. این اصل طلاییه. یعنی فقط برای یه لحظه از زاویه دید خودمون بیایم بیرون و سعی کنیم دنیا رو از چشمای طرف مقابل ببینیم. وقتی این کارو بکنید، بقیه این اصول انگار خود به خود توی رفتارتون جا میافتن. خب، حالا کلیدها دست شماست. سوال اینه که اولین قفلی که میخواید باهاش باز کنید کدومه؟ چون این اصول فقط برای خوندن و دونستن نیستن، برای زندگی کردنن. از خودتون بپرسید، از همین فردا کدوم یکی از این کلیدها رو برمیدارم تا قفل یه رابطه بهتر رو چه تو محل کار، چه با دوستام، چه تو خانواده باز کنم. انتخاب با شماست. با یه قدم کوچیک شروع کنید. مطمئنم از نتایجش شگفت‌زده میشید.